داستان اونجایی شروع شد که من این نیمکت رو توی خیابون پیدا کردم و آوردمش خونه. البته این ویدیو واسه بالکنمه. توی اینستاگرام دیده بودم که مردم سه چیزا رو توی خیابون پیدا میکنن، تو مارکت پلیس میذارن میفروشن. برای همین سرچ کردم، توی یکی $99. برای همین سریع شروع کردم اون پیچاشو بستن و یه سنباده کلی زدم. یه ویدیو کلی گرفتم و آپلودش کردم واسه توی مارکت پلیس. یه ذره بالا پایین کردم، گفتم $25 بزنم ببینم چه جوریه، تست کنم. به طرز عجیبی تو همون چند لحظه اول 3 نفر اومدن. گفتم حالا ببینم چه جوری میشه. یه ذره گذشت و این تعداد بیشتر شد. همینطور که داری میبینی، همینطوری گذشت و همینطوری داشت تعداد بیشتر میشد. تا اینکه با یکی اوکی کردم و بهش گفتم که بیا من بدین این کتو بدم. و طرفم سریع با هم هماهنگ کرد و با اینکه همه افراد دیگه می‌خواستم و حتی پیشنهاد بالاتری بهم داده بودن، دیگه چون با این فیکس کرده بودم گفتم بهش بدم بره. این نیمکت رو فروختم و قیمت $25. اگه من تونستم پس مطمئن باش تو هم 100% میتونی. با من همراه باش که کارهای عجیب غریب با هم انجام بدیم. خیلی مخلصیم.